توی ویدیوهای قبلی ما راجع به ازدواج اصولی صحبت کردیم و ازدواج اصولی رو گفتیم که چه احساساتی درگیر میشه. کسی که میخواد ازدواج کنه توضیح دادیم که باید به یه سری بلوغ‌هایی رسیده باشه، یعنی توی اون موضوع با یه سری مهارت‌ها رسیده باشه، بعد تصمیم بگیره ازدواج کنه. حالا وقتی راجع به ازدواج اصولی گفتیم صحبت کردیم، گفتیم که مبنای ازدواج اصولی یک ازدواجی هستش که میخواد پایدار باشه، یه سری چارچوب‌هایی داره و این چارچوب‌ها باید رعایت بشه. حالا مشخصا اینه که وقتی که میگیم یک ازدواج اگر غیر اصولی باشه یا ازدواج اصطلاحاً ازدواج کاذب بهش گفته میشه، به اینها ازدواج نمیگیم، به اینا میگیم یه جور رابطه. یعنی انگیزه این ازدواجی که ظاهرا شکل گرفته یه سری عوامل یا یه سری نیازهایی هستش که تو این موضوع طرح شده. موضوع سنی که وقتی باز اشاره میکنیم به ازدواج غیر اصولی، مشکل اینجا پیدا میشه که انسان ها وقتی که تصور میکنن که اگر با یه نفر زوج شدن، اون خواسته هاشون، نیازهاشون، اون قوانینشون، اون تعاریفشون، اون وظایفی که از فرد مقابل باید یعنی انتظار دارن که اجرا بشه، بعد میبینن که چرا اجرا نمیشه. دلیل این که وقتی اجرا نمیشه هم نمیدونن که خب چی شده. یعنی مثلا خودشون با یک ازدواج اصولی مقایسه میکنن، میگن نگاه کنید این مثلا دست همسرش رو میگیره، برای شوهرش چیکار میکنه، برای زنش چیکار میکنه، برای زندگیش چیکار میکنه، چرا ما نمیکنیم؟ به این فکر نمیکنن که اون چجوری این اتفاق افتاده. مثلا مثل اینه که شما یه مثالی که بزنید، بگید مثلا شما یه فردی برای بچه خودش خیلی کارا ممکنه بکنه توی زندگیش، اما این که مثلا یک معلم برای یک شاگرد این کارا رو نکنه. یعنی اون وابستگی ها و دلبستگی ها و تعلقات و اون وظایف برای اون تعریف شده نیستش که بخواد که معلم برای بچه خودشو 6 تا تیکه بکنه. یا اینکه مثلا طرف مقابل نمیدونه که این که همسرش چرا برای اون سری اقداماتی رو انجام نمیده، خب نمیدونه که یه سری وابستگی‌ها و دلبستگی‌ها شکل نگرفته، یه سری موضوعاتی شکل نگرفته. تو ویدیوهای بعدی می‌خوایم بگیم که عوامل شکل‌گیری ازدواج کاذب چیه که ما اونها رو از ازدواج اصولی خارج می‌دونیم و توجه شما رو به این مطالب بعدی جلب